گاهی گزینه‌ها هم کمک میکنن برای اینکه در آزمون تیزشان ما پاسخ برسیم. گفته حاصل 1404 رقم تقسیم بر 702 رقم منهای 1 برابر کدام گزینه؟ خب اگه من خداوکیلی اینو بخوام حل بکنم عدد بزرگی میشه، زمان بره. میام سراغ پاسخ‌ها نگاه می‌کنم 1000 10 به توان 1404 10 به توان 702. می‌بینم حرف از 10 زده شده. چرا؟ چون این 1 همون 10 به توان 0 دیگه. این 1000 هم همون 10 به توان 3 و ایزن 10 به توان 1404 10 به توان 702. میام اینجا برای خودم فرضاً میگم 9 پرش میخواد به 10 برسه دیگه، یا 999 میخواد به 1000 برسه دیگه، یا 9999 میخواد به 10000 برسه دیگه. پس اینجا هم 1404 تا 9 پرش میخواد به 10 برسه. من میام همین رو 10 به توان 1404 در نظر میگیرم، مخرجش هم 10 به توان 702 چون گفتن 702 تا 9. حالا این تقسیم ساده توانیه که پاسخ میشه 10 به توان 702. حالا این منهای یکم خیلی تاثیر نداره در این 10 به توان 702 خداوکیلی دیگه. همین رو به عنوان پاسخ در نظر میگیریم، با عشق میزنیم 10 به توان 702.